مراسم استقبال رسمی رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن سفر رسمیش به پراگ پایتخت جمهوری چخیا. امامعلی رحمان را در این سفر روز 1 دکبر میلوش زمن رئیس جمهوری چخیا پیشواز گرفت. امامعلی رحمان برای انجام سفر 2 روزه از مجارستان به پراگ آمد. بعد از ملاقات رهبران در کاخ پراگ، وزیر امور خارجه تاجیکستان سیراج‌الدین اسلوف و وزیر نقلیات چخیا دان تاک سازشنامه همکاری بین حکومت‌های دو کشور درباره ارتباط هوایی را امضا کردند. امامعلی رحمان بعد از مراسم امضا گفت که چخیا یک شریک مهم تاجیکستان در اروپا است. ما چخیا را در اروپا به صفت شریک مهم خود اعتراف کردیم و از سطح امروزه همکاری‌های دو جانبه خود با آن اظهار قناعتمندی می‌نماییم. در آستانه ملاقات امامعلی رحمان و میلوش زمن، گروه از فعالان سیاسی تاجیک در خارج در نزدیکی محل ملاقات اعتراض کردند. آنها در شعارهایشان قبول رحمان در یک کشور اروپایی و به مسند رهبر یکمری نشستن او را تنقید می‌کردند.